پیامبر روان کرده و پیامبر گفته که بنده های من نماز تعلیم بده. بعد پیامبر چی گفته؟ صلوا کما رأیتمونی، نماز بخوانید مسلمه. عالی حدیث ملا جور کرد. یا کل شاگردای دکتر شفیع عیار هستند. شفیع عیار یک مرتد، یک زندیق، یک کافری بالله. برادر، کسی قرآن قبول داره حدیث قبول نداره کافر است. منکر حدیث کافر است. چرا؟ حدیث تفسیر قرآن است. میگم براتون چلنج میدم، رکعات نماز از قرآن ثابت کنین. منکرت چرا گول میخورین او جوانا؟ چرا گول هر دد و کودن و ابله رو میخورین؟ چرا؟ ما حداقل حدیث داریم. شفیع عیار چه داره؟ بلیاد خدا آیت داریم. شفیع عیار چه داره؟ ما اجماع داریم. شفیع عیار چه داره؟ 4 تا گپی لشم، 4 تا گپی لوکس لشم بازاری. ما سند داریم. شفیع عیار چه داره؟ چرا به منازعه علما حاضر نمیشه؟ چرا؟ بارها چلنج دادن برش علما، او تهدیدی به قتل میکنه. معلوم داره که با یک پایه استخباراتی انگلیس یا آمریکا کار میکنه. متکی به یک پایه استخباراتی یا انگلیس است یا آمریکا. امروز جوان ما را منحرف ساخته، محصل ما را منحرف ساخته. تعجبی ما به ایست. یک شاعر یک وقت دلش بسیار درد کرد، بسیار درد کرد. خوب گوش کنین، نکته گپ پیدا کنین. میگه انسانها به حد سطحی نگر هستن. نوح علیه السلام میآید هیچ چیزی دیگه میگه من بنده خدا و پیامبر خدا هست. اینا قبول نمیکنه. میگه تو دروغ میگی. سامری میگه اینمی گوساله خدا. همه میدوانده او در سجده میفتن. قبول میکن. نص صریح قرآن میروان تواف میکنن گردش میکنن هذا اله موسی فنسی، اینمی خدای موسی است. نوح را قبول ندارن از پی پیغمبری. آدم به پیغمبری قبول ندارن، گوساله را به خدایی قبول میکنن به یاد خدا. ببین تفاوت را از کجاست تا کجا. ببین تو چلنج بدم به تو منکر حدیث که مسلمان میگه خدا. قادیانی را چرا کافر گفتن؟ تمام علمای اسلام به خاطر از اینکه از سنت منکر بودن، از حدیث گفتن قرآن کفایت میکنه. من میگم قرآن بدون حدیث و بدون زندگی و حیات پیامبر قرآن تعبیر نمیشه، قرآن تفسیر نمیشه، قرآن فهمیده نمیشه. وقتی که فهمیده نمیشه در زندگی حل مشکلات ما رو کرده نمیده. تا زمانی که ما در پهلوی قرآن حدیث من حیث تفسیر قرآن و سنت، تفسیر قرآن و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نکنیم، زندگی ما مشکلش حل نمیشه. بیا تو جوان محصل تحصیل یافته، آینده و چشم و چراغ ملت، زکات میدی؟ بسیار خوب. بفرمایید کجای قرآن پیدا که از 40 گوسفند 1 گوسفند، از 5 اشتر 1 گوسفند، از 20 مثقال نیم مثقال طلا و امثالهم نصاب زکات در قرآن برای پیدا. در قرآن تنها گفته و آتوا الزکات، اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. دیگه شرایطش نیست، دیگر مسائلش نیست. او پیامبر صلی الله علیه وسلم تنظیم کرده که این رقم زکات بدهین، این نصابت است، این حولان حول است، این شرط است، این صفت است، به این رقم برای شما فرض میشه. بیا زکات از قرآن برای من نصابشه. بیا به کدام کل خواهو کرد یا موش بیا ده مثل زکات حج